کنسرت جنجالی آریانا سعید و پوشیدن لباسهای جالب وی در این کنسرت و ماجرای افتیدن آریانا سعید در روی استیج در کنسرت بزرگ امریکاش. آریانا سعید با نامزدش اسیب در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند دلهای افغانستان که از محبوبیت خاص هنری در میان هنرمندان افغانستان برخوردار است، آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. علاقمندان و طرفداران آریانا سعید نه تنها در افغانستان است، بلکه در سراسر جهان در میان فارسی زبانان شهرت و محبوبیت خاصی دارد. آریانا سعید همه ساله طور کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می کند. یک ماه قبل آریانا سعید با همکاری تلویزیون توتی کنسرت بزرگ را در بزرگترین شهر امریکا برگزار کرد و در این کنسرت آریانا سعید کاملا لباسهای نادرست و دور از فرهنگ افغانی بر تن کرده بود که مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی آریانا سعید همیشه بیان کرده است طرز پوشش، رفتار و گفتارم مربوط خودم می شود و هیچ شخص دیگری حق ندارد در زندگی من مداخله کند. آریانا سعید را می توان اولین هنرمند زن افغان دانست که دوباره فرهنگ پوشیدن لباسهای افغانی را در میان افغانان در سرتاسر جهان رایج ساخت. آریانا سعید با نامزدش اسیب ساید در کشور ترکیه زندگی می کند و در آنجا جدیداً مصروف ساخت دوباره برند لباسش می باشد. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.